عادت کنیم همین خیلی نه. برای آن که ما میباد در استانبول هستیم. هر وقتی خواهم همون وقت میروم. التماس گبر زیاد نکن. قادر التجا میکنم، در حقیقت حاضر وقتی بخوریتون نیست. از اینجا روی. خیز میروی. مایلش این دفعه همین خیل شود. حساب رو بیاره. برادر برای دو چای 24 لیره نوشته اید. بله. یعنی چای 12 لیره. البته. آخر با اینقدر پول یک ماشین چای خشک خریدن ممکن است. برادر در منیو نرخش نوشته شده است. ندیدید؟ این چای مخصوص است گفتم کو. مخصوص است؟ بله. به فکرم سری تو مخصوص است. زود باش قادر. در ادانه با این نرخ 12 مراتب فوتبال میکنند میدونی ها؟ گیر. بیا رفتیم. برای مرا فهمیدنتان تشکر. ما نمیخوایم که اگه ناخوشی شود جی. در کجاست؟ در کجاست؟ ایوان تو بسرت بلونی توی ها؟ همین تو بسری من بلون میشوی ها؟ بله من میشوم. التماس فکر مادرم رو چی قدر مادرم رو فکر کن میگویی؟ تمام فکر میکنم من. شما در اینجا چیکار میکنید؟ با بیمارخانه آمده. با بیمارخانه آمدم. تو رو ندوزیده بودم. چی شد؟ از افت خاطر شدی؟ ها؟ زنگ زده حال پرسی نکردی؟ ها بخشش اگر به شما گرده درکار شود انا آنگاه زنگ میزنید. همین خیلی نه؟ اپا جانی ما حامله شده است که با بیمارخانه آمده. ای حیوان دانسته گردن حاضر دهانت رو میشکنم. دوست داشتم خواهش کرد برای همین خسته. چی شد؟ پدرم بسته بود که حالا با دختری دوست داشتم چشم علا کردی. مرد بس کن، سفتت نخون. تو در اینجا چیکار داری؟ ها؟ آنها روی خوش دادن کاری تو اتجه. نگاه کن تو برای انا همین بچه خاطر میشوی. انسانی که تو از او خاطر میشوی بین به تو چیا میگوید؟ با تو چی کارها میکنه؟ با فکرم تو میخواستی که او از تو خاطر شود ها؟ حیوان تو نیسته گبزن وگرنه اون روی رنگ پریده‌ات رو قادر التماس. تو تنها همین رو میدونی. تو تنها همین رو میتوانی. تهدید کردن، زورآوری کردن، همین رو میتوانی و بس. تو میخواهی که مثل من زندگی کنی ها؟ ولی دان که گدا برین رفتار کرده به مقصدت نمیرسی. گیر لباسهایم رو گیر، اگر خواهی ماشینم رو هم گیر، با سالن سپورت هم رو. چیزهای من هست تو دوست میداری. نگاه کن این باز دهانی مرا میخوراند، باز جنجال رو سر میکنه. هر چیزی که من دارم گرفتن میخواهی ها؟ قادر التجا میکنم بیا رفتیم. مایلش میرویم. وقت ما رو بیهوده صرف نکنیم. ما تو چیز قدردان نیستیم، اما قدر تو از قادر حیاتت هست. قرض حیاتم رو دوزیدید لعنتی ها. چه خیل قرض؟ چه خیل قرض؟ من تو رو دیگر شناخته نمیتوانم مرد. آن کسی که در بیمارخانه کشودن چشمانش رو انتظار بودم تو نیستی. نیلگون خوب هستی؟ با فرزندان ما نگون چیز شد؟
سوزان هنگام جراحی خواست که کلودی رو بکشد. کی این را گفت؟ جواب ده، این راست است. این را کی به تو گفت؟ زنی پیشینه. خدا میدوند که چقدر به من چیزهایی نگفته داشته باشیم. باز چی رو از من پنهان میکنی؟ مقصدی تو گناهکار کردن من است یا با من صحبت کردن؟ قرارت را بگو. از بس که جواب داده نتوانستی همه گفته های سوزان راست بوده است. آیدی همش جواب دارم، اما این طور رفتار کنی به تو فهمانده نمیتوانم. من باید چی طور رفتار کنم؟ من تنها با یک سخنت فرزندانم رو گرفته به استانبول اومدم. از روز اول زنی پیشینت اومده به درم مشت زده. کاش که پسرت رو میکشتم. گفت من چه خیل رفتار کنم؟ چه طور آروم شوم؟ چی کار کنم؟ نه سوزن و نه دیگر خواب به فرزندانی من ضرر رسانده نمیتوانند. چی کار کردن مادرت و سوزن انیق نیست. اگر این دفعه مانع شده نتوانی چی؟ من چی طور فرزندانم رو به خطر میگذارم؟ چنان گپ میزنی که گویا مرا دیروز شناخته باشی. کاری کرده ای سوزن رو فهمیدم و جوابش رو دادم. چی کار کردی؟ با زنی که پسری مرا کشتن میخواست همراه در یک شرکت کار کردن رو دوام دادی. تو چی طور این کار رو قبول کردی؟ به این عقلم نمیگیرد. کرده های سوزن رو نقد کردنی من معنای قبول کردن رو ندارم. همش رو برای فرزندانم کردم. باید فکری مرد و چیچک رو نیز کنم. فرزندانی من چی؟ فرزندانی تو نه، فرزندانی هر دوی ما. نیلگون، آخر ما هم دیگر را دوست می‌داریم. اگر من این رو میدونستم به استانبول نمی اومدم. تو برای همین به من نگفتی. برای همین از من پنهان کردی. کارهایی که در بیمارخانه شد فوراً جوابش رو ندادم و زود از سوزن جدا شدم. من و تو عائله دار میشویم، یکدیگر را دوست می‌داریم. اگر از دشواری یکم گریزی و مرا پرسجو کنی موفق شدن نمیتوانیم. ما هر دو باید به هم باور کنیم. از همه بهترش ما به حیات پیشینه خود برگردیم. نمیشود. به این اجازت نمیدیم نیلگون. به این راه نمیدیم. اگر اون زن به خانه من آمده جسارت گفتن چنین سخنها رو داشته باشد، این معنای در خطر بودن فرزندان مرا دارد. آنها رو در این آتش دوزخ پرتافته نمیتوانم. مرا ببخش التماس. تو چرا به او گفتی که به بیمارخانه برای تفتیش آمدیم؟ باید حقیقت را میگفتی. ندانم قدیر. آن وقت به سرم همین فکر آمد. شاید پدرم نگفته باشد. از من فهمیدنش را نخواستم. باز آن ناوکار را بین آمده از من حسابات میپرسد. تو کیستی؟ تو کیستی که از گریبان من میگیری ها حیوان؟ قهوه خانه بسیار است و ما به اونجا رفتیم. نتیجهش همین میشود. تو به مادرم